سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و کامیاب و پیروز باشید. دیگه ممکن تازه کاری تازه شروع دیده یوتیوب یه نیازمند سابسکرایب و لایک و کامنت های زیبای شما هست. مورد حمایت که امید با خدا که شاید نیم کم داره پیشرفت کنیم و از ویدیوهای بهتر و قشنگتر زندهشون ببینیم. دیگه تو سلام کنم. سلام دوستان، خوب و صحتمند باشین در کنج دنیا که هستید. دیگه موم تازه یوتیوب واسطه بشت، خدا مهربانه پیش موره نموره دیگه. نقدر بلدم نی تازه واسطه بشت چرا خموشم شد. کسایی که قدر توره بلد خوبه یاری دوستان. دیگه خانه کی موری یا تیپاس مبارکی موچرشی یقدر قدر متاخر بیننده باشید. آقای سلام کنشیم ببینم. سلام بینندگان عزیز در برنامه از ما خوش آمدید. تم سلام گوشه سلام نه؟ بلد نیه خیلی یاد میگه انشالله. خب دوستان میتونید که ما در تمنا گفته که شما بیننده باشید ادامه برنامه رو بوده اجده خانه آقای صادقی. آره ها بریم. سلام علیک. خوبی جان تیور بخیری؟ صحت خوب اوقات خوشه؟ اینجا بشتو من ننش خوبی جامان خوب بخیری؟ صحت خوبه اوقات خوشه؟ خانه خیره ده بچه خوبه؟ تبریک باشد موترشون. خدا برین یالا پیش باش خیر پیش. سلام آقای خوبی جان جره؟ شکر. اوه نام خدا شما. یالا این میدونم مامان جان بشین که آره ماما چطوری؟ جامان خوب اوقات خوش بخیر خانه خیرات بخیر سلامتی؟ خیر باشی؟ الحمدلله. دیگه خوب مامان؟ شکر. ماما تو چطوری؟ چای خوبه؟ اوقات خوش بخیر خانه خیرات اوقات خوش بخیر تو چطوری آقای خوبی؟ شانس جور بخیر؟ فرد خوبه؟ خوب باشید مامان خوبه؟ با شکر و دراجه ایزی خبر توی خوبه؟ با شکر. خویی نام چینک خلاصه؟ کمرک میدیا. اوه کمرک میدیا. خب سلام علیکم. اولین فیلم دیگه؟ اولین فیلم. خب دوستای عزیزی کمرک میدیا سلام. امیدوارم که حالشون خوب باشد، جانشون جور باشد، در هر جای دنیا که هستین جور و صحتمند باشید و بسیار خوش آمدین. مامای من خوش آمده، شما خوش آمدین در خانه از مو اولین ویدیو از این چینل. تبریک باشه مامان چینل. تبریک باشه. باشه شما موترشون تبریک باشه. قدمشون یک کنار. اینش بسته کنید. نه سلامت باشی. بابا چای تو میدیم. زنده باشی. شما هم شکر رسیده موتر. شما تبریک باشه. بابا قدمشون یک کنار داخت خوشی استفاده کنیم. چیکار دی موتر بازی کردی؟ موتر خیلی چی شد؟ ما موتر بدل بودیم بخی. والله. اون رنگ نپسم. نه رنگش یک ذره فرق کنه. اون جیگری تیره بود. این از این جیگری رو. چای سیاه. همه چای سیاه کده. سیاه میخوردی؟ یا چای سبز کنی؟ سیاه این گندو هم تازه بریوک بید یا؟ تازه بریوک بم مامان. انمال فوری؟ انمال فوری. مثل بریونه دکوز؟ دکوز بریوک بم. یعنی تو تاوی چیز کسته. مو معمولا روز یک دفعه از این بریونی خود دیگه خوردنی نیه اینجی. زمستون روز بیگانه میشه. خب یک گندم. صبح تیر نمیشه. بگی ما به باز بوره گندم بریون. گندم داشت بوریم که ما خوش خلاستی. نه بریون دی؟ آره تا بریون قدیم زاوزاغ در خوش داره نه؟ آره. آقا مزوتا نگه. زاوزاغ در. از کلی چی شد که گندی؟ این سرفی؟
این خیلی خوبه. ما در کابل رفتم خانه کاکا خیلی رفتم 6 که تمنا جان این تازه ما تازه زدم سگرم نمده این بیشتر کتاب منادم درجم دارم بعد بسیار خوش من رفتم از کوچه زنگی وقت پیش که دوزم نمیدونم بودیم 12 سال امسال مو خیلی کیف غدا خوب شه خدا جویدم پارسال کنه آورد خب مصرف هم نکنیم من زادوی مفتوح خیلی مهمه آنجا ترس کنم زادوی مفتوح شکلونه از ما استو میسم بینک میسم بیتی کار نمیده غذا پایمایه کرده بیزی ها نمشه نه دیگه این پای خوب کشه بخشه باجه هم ما رفتم زیگریست نه؟ اون پای کشه کرده؟ آنه آردن با هم رفتیم دیگه چی کردوشا نه گاه خیلی گفت دادم و ما شما ایران بدیم و ما در پای از مرسل کرد موزه روز گفت بیا بوی رفتیم دیگه پای بخش چند خرده پایرم؟ ما 800 گرفت ولی اون که رفتید اونجا 1000 بده همه چی داره انا بابنتم رک رکنج گرش نه راست میگه دندوناشون بیگر خود چای بخور بیگ زازار بیدیم میسم کالات تا بستانش دی امنیت تخم پزی تبلیغ کاس گندم کارایی بیام شخو بنا آی گندم شغله روی دیگه نموج بود کردیم چوی مقدار بودن در درخت چه کرسی داد یا قلم چوش داده خب دوستای عزیز همه مامای خود میگیم بیشین شو یا رئیس ده ای از گفت از ما که نمیشه شما بگین نه خانه شما باید چیم دار که نکنه بیشن همینجی آل یوتیوب رم تازه شروع کردن امی ما از تک تک شما خواهش منم که مامایم را حمایت کن که زود بره بالا و زود در مراد خود برسن یا کم عجله هم داره دوستا باشون باشه همه در دوستا هم معرفی کن دیگه ما آل قدر این مامای کوشش نم که بیشین مامای بیشین نمیشه خیلی بگامینج بیشین نبوری خانه همسایه نشون ندارین نه شو ممكن تزمل اللي بيمسى خير پروانه در یک لحظه بگو بیشین نان بخور از داریم آره در خواب بود زندگی بود سمی شما باید گروه نه مو این شما ما یه وقت داره انشالله از این بابت اره ما یه وقت از داره این بابت ما یک دو سه کوچه فاصله داره دوستا آره نزدیکی دیگه ما بسیار خوشحال شدیم که خلاصه در جمع خانواده یوتیوب آمدیم آره دیگه یوتیوب که دیگه یک چیز هم یک یادگار ممنه دیگه ما بیچاره در فیسبوک واس کردیم یک دختر به نام شیرین هزاره که بسیار یک دختر خیلی فعال بود تازه به استرالیا رسیده خیلی فعال بود در شبکه‌های اجتماعی خیلی فعال بود امروز بیچاره سید کرد باز بین رفت اما تو ناراحت شدم ما هم دنیاییه باز از اون شیرین هزاره و رفت و خدا بیامرزه کارنامه‌ش می که در فضای مجازی که فعالیت که در یوتیوب فکر نکنم بودش در چیز بود در فیسبوک چیزا خیلی بود خب اونو بیچاره اون مثلا اونمو یادگار کاری که در کارنامه‌ش اون مونده عالم یوتیوب دومش نی که آدم فقط به خاطر پول در دو یوتیوب کار نه یعنی می سرگذشتی آره خوشی انیا بخش زوزده نشو بده که اینی آجیم بود آتش میاد مثلا از ما میگن ما بس نشون میدیم بخیر شو آره میگه ما زوزده نشون میدیم که اینی آتم بود اینی آجیم بود آره راست میگه خاطر آه یادگاریمونه خاطراتمونه ریش نیست آلی بشین شما بشین بسیار جادگو باشیم خواهش منون بسیار خوش آمده فشه جان بیزار بشه خیلی خوش آمدین خیلی خوش آمدین خانه آباد خیلی خوش آمدین خداحافظ آقای جان دیگه خیلی خوش آمدین تمنا خداحافظ خیلی خوش آمدین
اون ماشینشون کار کنه یا لی؟ زمین ملیت کار نه؟ نه آن کشیدیم مامی خوب روشنه حالی نه خود کار کنه کشیدی؟ سیمش کشیدیم اون جیش مایه باز نکره ده تو زخمه نکن این ها گوش خودمش تا خاموش کردیم سیمش چی کشیدیم شد؟ لکه گیریم آره لکه گیریم چطور دارم؟ دیگه انداز ماشین چپ میگه خواب از مو بسه خوش چهینیه دیگه همون تو سریع مقصد که میده خود را زازا خلاص آره. کنه از مو خداحافظ خیلی خوش اومدی خیلی خوش آمدید خوش آمدید خیلی خوش اومدی بابا یا تمام آقای خوش اومدی خوش باشی خداحافظ خیلی خوش اومدی خب خانه آبادی خوش خدا آمدید خب دوستا دیگه ما این از خانه عباس بخیر بوش ده طرف خانه خماری دیگه اینی هم آقا فرهادش خوب راه میگرده دیگه اینی هم ابوالفضل آقای گل اونم تمنی جان یا مادرشی یعنی کم کم بود طرف خانه دیگه ناوقت هم شد خب دیگه شما رو به خداوند کریم و رحیم میسپاریم انشالله که جور و صحتمند و سر حال باشید تا برنامه بعدی دیگه بیننده باشید که فرهاد جان از ما خطا شد انشالله که برنامه بعدی خوبتر و قشنگتر و زیباتر برایشون بدیم و حمایت ها و لایف ها و سابسکرایب های خودم دریغ نکرید خیلی ممنون زنده باشین خدا حافظ